جای محصولت حالا داستان سرایی کن. بچه بلند شو یه کاری بکن بابا. بلند شو یه کاری بکن. چک داریم. چی داره میگه مگه؟ مثلا فن بیان کار میکنی؟ آها الان فهمیدم چی کار کنم. بعد اون حرکتی که تو اون ویدیو دیدم رو اجرا کنم. سلام خوش اومدید. هودی خوب چی داری؟ هودی خوب زیاد دارم. چه رنگی می‌خواستی؟ تنوع زیاد. چه بذار جای محصولت؟ راضی از من. داداش داری چیکار میکنی؟ کاپونم میگه. چی؟ حالا داستان سرایی کن. حواست باشه. وقتی آنها حضرت موسی را نپذیرفتند، او را به دریا کرد و گفت به اذن خداوند دریا را از وسط میشکافم تا به آسمانی از میان. داستانی میفروشه که اول درد بدی بعد لذت. پس اول درد بده بعد لذت. آه جون حاجی من دیگه شور شدم. تو مال خودمی بیا بریم. منو بخر. تو مال خودمی بیا بریم. بریم.